بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیزم، نفرانی هست که با وسوسه های شیطان گرفتار شده از هوای نفسشون پیروی میکنند و با کبر و غرور در زمین راه میروند. پول و مال زیاد جمع آوری کرده شرک میورزند و وقتی رسیدن مرگ برای آنها دیگر راه و چاره نجات وجود ندارد. قوت و ثروت جمع آوری کرده خود را بزرگ شماریده روز محشر میبینند که مال و ملکشان با آنها فایده ای نمی کند. وای بر آنها. از قوم حضرت موسی قارون گفتنی آدم همین خیل گناهکار بود. با وسوسه شیطان گرفتار شده اول عبادت خدا را ترک کرد و به جمع کردن مال دنیا پرداخت. بعدا حس ثروتمندیش زیاد شد. فقیرها را خوار و حقیر میدید. قارون تماما دیگر آدم شده بود. او همیشه به پند حضرت موسی گوش میداد و چون خدا مال و ملک زیادی به او نصیب کرد آن زمان از حضرت موسی روی گردانید. انسان تکبر شد. او ثروتش می افزود، کبرش زیاد می شد. قارون آنچنان خزینه های کلان داشت که کلیدهای خزینه آن بدبخت را چندین آدم با قوت حتی به زور می کشیدند. یک روز مومن های قوم حضرت موسی خواستند که او را هشدار کنند. ای قارون، واهمه نکن. بدان که خدا کبر را دوست نمی دارد. مالهایی که خدا به تو داده است در راه او خیر بکن و در فکر آخرتت باش، اما از دنیا هم نصیبت را فراموش نکن. چه خیلی که خدا به تو احسان کرده است تو هم به انسانها خوبی بکن. ثروتمندترین آدم دنیا شدن را آرزو مکن. بی‌شبهه که خدا ظالمها را دوست نمی دارد. با او گفتند. قارون گپ آنها را گوش نکرد و به زیاد کردن مال ملکش دوام داد. قارون مال و ملکش از جانب خدا همچون امتحان به او داده شده بود، ولی او این را قبول نمی کرد. با آن همه نعمت‌هایی که خداوند با او ارزانی داشته بود ناشکریش روز از روز می افزود. قارون دائم می گفت که مال و ملکم را من با زحمت و قوت خود جمع آوری نموده‌ام. و در سوره زمر آیت 49 هم خدا درباره چنین انسان‌ها آیت نازل نمود. نصیحت مومنان را هیچ گوش نمی کرد قارون و در عقیده های باطل خود مستحکم می ایستاد. دنیا پرستان به خود می گفتند کاش که ما هم مثل قارون مال زیادی داشته باشیم. با مال قارون آنها حسد می بردند، آرزو می کردند. می گفتند که قارون انسان خوشبختی هست. از قوم حضرت موسی آنهایی که ایمان ضعیف داشتند دنیا فریبشان کرده بود هوس قارون را می خوردند. مومنانی که از حقیقت آگاه بودند با آن حسودان می گفتند حیف بر شما بود ایمان آورده کاری خیر کنید، مکافات خدا بالاتر از همه این. و با آن تنها صابران میسر می گردند. موسی علیه السلام قارون را نصیحت کرد تا به تکبریش انجام دهد. قارون باشد ناشکری کرده به مقابل حضرت موسی برآمد. هم زکاتش را نمیداد بدبخت، هم قوم حضرت موسی را در گرد و اطراف خود جمع آورده تشویق میداد که زکات ندهند. قارونی که اسیر نفسش شد جرأت کرده به قوم حضرت موسی گفت از دعوت موسی روی گردانید. در روی زمین ظلم کرده کبر ورزیده از خود بزرگی نشان داد قارون و روز رسید که خداوند تعالی او را و قصرش را به زیر زمین فرو برد. دیگر مال و ملکش از او عذاب خداوند را برطرف کرده نتوانست. او تماما نابود شد و از این دنیای فانی دست خالی رفت. دیروز آدم هایی که هوس او را میخوردند گفتند که خداست که رزق و روزی میدهد، به هر کی خواهد کم به هر کی خواهد زیاد. شاید اگر خدا به ما لطف و احسان نمی کرد ما را هم به زیر زمین می برد. بعداً معلوم شد که پیروان قارون هم اصلاح شدند. برادران، آخری کار ظالمان انا همین است. دست خالی آمدید و دست خالی می روید. پس به مال و ملک خویش تکبری نکنید. از همه عاقبت نکو نصیب انسان‌های با تقوا است. از
қиссаи қорун ибрат гиред. молу мулк чун ба шумо дода шуд, инсон буданатонро фаромӯш накунед, кибр наварзед ва фахр накунед. такаббуронро худои таоло ҳаргиз дӯст надошт ва дӯст намедорад. муҳтарам ҷамоат, худо моро аз бандагоне қарор диҳад ки барои ризогии ӯ аз тамоми молу мулки дунё рӯй бигардонем. аз ҷумлаи муъминоне моро қарор бидиҳад ки молу мулки доштаамонро танҳо аз ҷониби худо бидонем ва ҳамеша дар роҳи рост бошем иншаллоҳ. аз худованди меҳрубон хоҳони он ҳастам ки ҳамаи мову шуморо бародарон аз ҳасад ва ҳасудон дур нигаҳ дорад иншаллоҳ.